خب دوستان، برای این زیر لیوانی از نخ 5 لا و قلاب شماره 5 استفاده کردم. در ابتدا من 4 تا زنجیره میزنم، چون قلابم ضخیمه، شمارش درشته، از 4 تا دونه شروع میکنم. بعد از اینکه 4 تا رو بافتم وصل میکنم، یا ایجاد یه حلقه میکنم و بعد از اون شروع میکنم وسط اون حلقه رو پر کردن به صورت پای کوتاه زدن. تا انتهاش این کار رو میکنم تا کاملا داخل این حلقه پر بشه. به این صورت حلقه من پر شده. نحوه وصل کردنم به این صورتی که لبه اون گندمی رو، لبه بالای گندمی رو میگیرم و حلقم رو از داخل اون میکشم بیرون. بعد از اینکه محکم شد و حلقم رو میزون کردم، از زیر خودش دقیقا یه دونه هفتی هست یا همون گندمی، دونه میگیرم، زنجیره میزنم و شروع میکنم به پای کوتاه زدن. داخل گندمی هام پای کوتاه میزنم. گندمی هامون میتونم قشنگ ببینم، اینه که شبیه به هفتن. قلابم از وسط اونا رد میشه و پای کوتاه میزنم. در این رج از داخل این هفتی ها، همون گندمی ها، من باید 2 تا دونه ببافم. توی این رج کلا داخل این گندمی ها 2 تا میبافم. الان یه دونه بافتم، یه دونه میبافم، از همون جایی که دونه گرفتم یه دونه دیگه در میارم. تا انتها این کار تکرار میکنم. تو هر خونه 2 تا میزنم. بعد از اون دوباره وصل میکنم کارم رو. بعد از اینکه وصل میکنم دوباره از زیر کارم همون دونه های گندمی رو میگیرم و دوباره شروع میکنم به پای کوتاه زدن و این کار رو تو هر خونه یه دونه ادامه میدم تا به جایی میرسیم که دونمون اصطلاحاً کجه، به سمت بافت تمایل داره. به این شکل که الان ببینید دونه من تمایل داره به سمت بافت و کجه. اینجا من باید یه دونه اضافه کنم. اینجا یه دونه اضافه میکنم و دوباره به بافتم ادامه میدم. این کار رو ادامه میدم و هر جا دیدم دونم کج شده و تمایل داره به سمت بافتم، دوباره همونجا یه دونه اضافه میکنم. الان دوباره دونم کجه، اینجا دوباره یه دونه دیگه اضافه میکنم و بعد به بافتم ادامه میدم. به همین شکل رجای بعد رو هم به همین صورت میبافین. این روشی که دارم بهتون آموزش میدم یک روش تجربیه و بر اساس تجربه ما از اجرای کار با نخ کنف به دست اومده. دقت کنید هر چقدر تعداد رجاتون میره بالاتر، شما این روش رو باید با احتیاط انجام بدید. هر زمان که به این خونه‌های دوتایی میرسید که رج قبل اضافه کردید، ابتدا اونها رو میبافین. بعد از اینکه اونها رو رد کردین، اگر دونتون کج بود اونجا اضافه میکنید. مثلا الان اینجا ببینید دونه من کجه، اینجا اضافه میکنم. قبلش خونه‌های اضافه شده رو رد کردم، بعد از اینکه اونها رو رد میکنم میبافم. اگر اصلاح نشد کجی من، اونجا اضافه میکنم. تو رجای بالاتر این رو لحاظ کنید، چون اگر زیاد اضافه کنید خب کارتون شروع میکنه به چین خوردن و زیاد شدن دونه هاتون. الان ببینید اینجا من 2 تا خونه رو رد کردم که رج قبل اضافه کرده بودم. بعد از اینکه بافتمشون دوباره دونم کج بود، اونجا اضافه کردم. الان من اینجا دونه کج دارم. ببینید دونه من کجم و در روبرو 2 تا خونه دارم که اضافه شده تو رج قبل. پس ابتدا اون رو میبافم. از این که رد شدم، اگر دونه من اصلاح نشد اونجا اضافه میکنم. الان یه گردی کاملا صاف دارید. بعد از حدود 6 رنج ما میخوایم بافت لبه رو شروع کنیم. برای بافت لبه دوباره مثل قبل داخل اون گندمی، اولین گندمی زیر حلقمون دونه میگیریم، بعد یه دونه زنجیره میزنیم. بعد از اون دیگه داخل این گندمی ها قلابمو فرو نمی کنم، از این بغل ها قلابمو در میارم و دونه میگیرم. الان قلابمو از این بغل در میارم، به جایی که ببافم در واقع یه دونه زنجیره میزنم، از داخل حلقم میکشم نخو بیرون، یه دونه زنجیر روش میزنم. قلابم رو از این بغل رد میکنم، نخم از داخل حلقه میکشم بیرون، یه دونه زنجیره میزنم.
پس به همین صورت این کار رو ادامه میدم. برای این بافت باید سعی کنید خوب سفت ببافید. اگر شل ببافید این بافت جلوه خوبی پیدا نمیکنه. هر چقدر سفت‌تر و محکم‌تر ببافین این بافت لبه خودش رو قشنگتر نشون میده. این بافت این شکلش به این صورت حالت گیس باف و حالت دالبولی هست. تا انتها این بافت رو من ادامه میدم. به انتها که میرسم یه دونه‌ای که آخر مونده رو به این صورت وقتی در میارم از حلقم، نخم رو اینجا باید قیچی کنم. یه مقداری جا میذارم برای اینکه حالا میخوام وصل کنم و کور کنم، قیچیش میکنم. بعد از اینکه قیچی کردم نخو از داخل همون حلقه که کشیده بودم همونجوری میکشمش بیرون. بعد میبرمش به لبه گندمی مثل قبل، اون لبه‌ای که خوابیده اونو میگیرم، این نخم رو از داخل اون میکشم بیرون. بعد از اون لبه دومین دالبری، اون حلقه‌ای که خوابیده اون رو از پشت لبه بالاییش رو میگیرم، لبه بالاییش رو میگیرم. بعد این نخو به این شکل از داخل اون میکشم میارم بیرون، به این شکل میکشمش بیرون. بعد از این مرحله دیگه لبه کار من کامل شده. من این نخ رو از چند جا رد میکنم میکشم بیرون تا اصطلاحاً کور بشه. از این بافت لبه برای زیر بشقابی، زیر لیوانی، فرشینه، پادری، رومیزی میتونید استفاده کنید. این بافت جلوه خوبی به اونا میده.